این اساس عملی کردن نمیشود و چی برسد به حکومت تاجیکستان که یک دیکتاتوری است. اما چندین مسائل های وجود دارد که ما میتونیم کمک برسونیم. مثلا ایجاد کردن تحریم ها. مثلا بانک جهانی امروز به حکومت تاجیکستان میلیون ها دلار میدهد. به خاطر چی میدهد؟ به خاطری که در گذشته قرضهای زیادی داد است به تاجیکستان و این یعنی اگر مفلس شدن اقتصاد تاجیکستان زیر سوال رفتن بازگردانیدن همون پول بانک جهانی می شود. بر اساس همین بانک جهانی تمام تلاش ها را میکند که همین پول را چیکار کند؟ از هر طریق از تاجیکستان بگیرد و اقتصاد تاجیکستان را نگذارد که فلج بشود. و اگر اقتصاد تاجیکستان فلج بشود حکومت رحمانوف سرنگون خواهد شد. بر اساس اون چیزی که دیگه مردم میخیزد، مردم بناداری یعنی توان نمیدهد و کوشش تلاش میکند که حکومت را از بین ببرد. ولی بانک جهانی این اجازت را نمیدهد به خاطر که پولش در اونجا خراب میشود و پول بیشتری میدهد که این بتواند پول خود را از باج کشور تاجیکستان بر بگرداند. حالا ما چیکار کردن میتوانیم؟ ما هدفمون این ایجاد کردن تحریم ها در مقابل حکومت امامی رحمانوف است. برای همین ما وقتی که مشکلات مردم غزه رو میبینیم و ایستادگی مردم فلسطین رو میبینیم و ایستادگی مردم فلسطین باعث گشت که جهان در کنار مردم فلسطین بماند و این مردم کشوری غربی مجبور کرد کشورهای خود رو فلسطین رو به رسمیت بشناسند و مجبور کردن امریکا را که امریکا بیاید صلح کند و بالاخره بپذیرد که در غزه صلح به میان بیاید. ما میدونیم که هزارها کشتی ها و مردم فعال جامعه مدنی اروپا با چیکار کردن؟ به غزه سفر کردن و تلاش کوشش کردن در کنار مردم غزه بمانند. اگرچه بارها دستگیر شدن ولی گفتن از این سفرها دست نمیکشیم، از تظاهرات هایی که میکنند دست نمیکشن و در مقابل مشت و ضربه و شته و هر چیزی ایستادن تنها به خاطر یک چیز، به خاطر تحریم کردن اسرائیل و برقرار کردن صلح در غزه و بر رسمیت شناختن فلسطین. ما دیدیم که تا اندازه این ایستادگی کمک کرد و اگر فشار عمیق بین المللی آورده شود نه تنها بانک جهانی بلکه تمام کشورها مجبور می شوند در مقابل حکومت امامی رحمانوف چیکار کنند؟ تحریم هایی را ایجاد کنند که این تحریم ها باعث آن می‌گردد که ما خودت میتوانیم این حکومت را از بین ببریم، وگرنه این حکومت همین گونه ادامه پیدا میکند و بالاخره یگان چیزی به میون نمیاد. حالا در همین زمینه حکومت اتحادیه اروپا، دولت‌های اتحادیه اروپا یک بیانیه نشر کردند در